اغفر ای عالمی امید و ارمانم خفر، آشیانم خانه و نان و نمکدانم خفر. از ازل مهمان خود را داده ای نان و نمک، نان که داری نام داری کار لیسانم خفر. السلام علیکم مهمانان عزیز، دامنه ها و آجان محترم و کل جمع آمدگان محفل، اولا همه شمایان را با مناسبت توی امر معروف، توی سنتی فرزندان عقیل عبدالقیوم نبیرگان بابای عبدالخلیل خوش آمدید میگم. نور دیده تاج سر. در حقیقت عقیل عبدالقیوم این روز سعید، این روز خرسندی، این روز جشن را سالهای سال آرزو میکردن، نیت میکردن که خدای تعالی از خزینه غیبش فرزند اهل صالح را مناسب بدهد و این روز به چنین یک آرزو رسیدند و این روز به سفرهای خدمتی رفته مولد ناصر را دسترس نموده، برای این روز برای خلق خود، مردم خود احسان کرده ایستادند. این دنیا کردن ناز و نعمت، آراستن دسترخوان محض همین برای فرزند است، چون فرزند این نعمتی بی‌بهاست. فرزند این دوام دهنده عمر انسان است. شعری که عبدالرحمن جامی می‌فرماید هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد نام کام مرد، زنده با فرزند ماند نام مرد. ما امروز که در یک وطن آزاد و آبادی زندگی داریم، باید ما شکر کنیم، شکر خدا کنیم، شکر دولت کنیم که برای ما همه شرایط مهیا. آن ناز نعمت هایی که خدای تعالی عطا فرمود ما امروز در روی سرخانه میبینیم. امروز تنجی، آرامی، خرسندی که ما داریم به همتا است و ما میدونیم با واسطه آیینی که دلی ساده ما میفهمیم که مسلمانانی که امروز در زیر ظلم دولت های امریکایی اسرائیل هستند چه عذاب میکشند، چه اذیت میکشند و ما دعا میکنیم خواهانیم که آنها فیروزی به دست آورند. و امروز ما باز یک فرصتی داریم که من روزی یک شنبه که وکیلان مردم که انتخاب میکنیم و ما همه رفته و وکیلان دلخواه خود آواز دهیم و که چون که آن وکیلان مردم ما را حمایت کنند، قدر ما را دانند، مشکل ما را آسان کنند. و این مهم است که یکی از فرزندان همین دیار، فرزند شناخته ما، فرزندی که برای ما بسیار خدمت‌های شایان کردند، عقیل عبدالغنی که نامزد خود را به وکیل مردمی ولایت ماندند، ما باید با یک دل جان 100% آواز دادن نکنیم، چون که باز کمبودی ما را اصلاح میکنند، کاری ما را پیش میبرند، دیاری ما را آباد میکنند. و امروز آن فرزندانی که امروز توی دارند، خرسندی دارند، در این آیله به کمال رسیدند، من خواهان آن هستم که این فرزندان یک فرزندان اهل علم، یک فرزندان قرآن خوان، یک فرزندان عالم شده برای خلق و وطن و پدر و مادر خدمت کردند. خدای تعالی نصیب روزی گردانند و در آخر بار دیگر شما را و همه صاحبان توی را، خویش و تباران را، بابای عبدالخلیل شما را، عقیل عبدالخلیل شما را به این روز خرسندی تبریک و تهنیت گفته و شما عمر دراز، تنجی و خانه آباد را تمنا دارم. برای بردن دوری ما، معرکه ما در پهلوی من سرخطیب همین بیهن داملا عبدالله جان حضور دارند. من با کمال احترام بلنده را به داملا عبدالله مرحمت داملا. تشکر زیاد بابای عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المسلمين، استازان، مهمان هایی که از دور و نزدیک قدم رنجیده آمدید، خداوند به هر یک قدم شما اجر و حسنات های بلا نهایه را نصیب گرداند
و در این صبح با صفا در گرد دسترخوان این برادر و دعوت این برادر قدم زنان آمدیم. خداوند عز و جل پروردگار مهربان اولا در حق این صاحبان خانه دعا بکنیم که پروردگار مهربان اکی عبدالخلیل را به این روزی خورسندی، به این روزی توی نبیرگانشان، توی ختنسوری نبیرگانشان تبریک و مبارکباد میگم از نام خدا و از نام شمایان عزیزان و برادر قیوم جان را هم که امروز خورسندیشان امروز توی فرزندانشان شده ایستاده است. و این خورسندی این برادر هم ما هم شریک هستیم، ما هم تبریک و مبارکباد میگوییم و از درگاه پروردگار یک و یگانه خواهان آن را هستیم که فرزندان این برادر ادریس جان و عمران جان را خداوند عمری درازی با برکات نصیب بگرداند و در آینده یکی از عالمان زبردست شده به غایه برسند و برای خلق و ملت و جمعیت منفعت رسان باشند و برای دین مبین اسلام خادم باشند که پیشرفت دین مبین اسلام را باز هم یعنی حرکت کردنش باز هم رواج و رونقش را خداوند باز هم بهتر بشود و بهتر بگردانند. توفیل چنین جوانانی که در حق آنها دعا میکنیم که در جمعیت یک منفعت رسان باشند. عزیزان البته دوستان عزیز، ما و شما در این صبح با صفا که دیدار بینی داریم، ما که عزیزان با چنین محفل ها با چنین گوییم که دوستی و علاقه خود دیدار بینی که داریم عزیزان با کلام پروردگار سر میکردیم نورون علی نور میشد، چون که پروردگار مهربان ذات پاک است و یک و یگانه هست و از کلام پروردگار ما هم در دنیا و هم در آخرت عزیزان سعادتمند میشویم. برای آن که دوستان عزیز ما در چنین تویهای ملی، ما در چنین تویهای امر معروف نهی منکر برای خود هم غذای مادی میگیریم و دعوت این برادر ببینید چقدر ناز و نعمتهای گوناگون نزد ما و شما حاضر است و با این باید برای خود عزیزان غذای معنوی هم ببرداریم. از امر معروف از نهی منکرها ما فایده بریم، هم برای خود هم برای خاندان خود. برای همین که عزیزان ما و شما مسئول هستیم، ما که راعی هستیم، ما که رهبر خانه هستیم مردها، البته عزیزان سخن از کلام پروردگار می شود، آیه ای را تفسیر می کنند و حدیث های مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را که از جانب میراثخواران پیغمبر دعوت کرده می شود عزیزان با گوش جان با گوش قلب بشنویم. عزیزان چنین لحظه ها عزیزان شاید بر عمر ما و شما باز نگردد. وقتی که عزیزان خداوند بر ما و شما عمر داد، این لحظه این ساعت بر نمی گردد. این حالتی که ما و شما با یکدیگر دیدار بینی داریم، با یکدیگر صحبت داریم، این لحظه ها در عمر ما و شما خط زده می شود، این دیگر بر نمی گردد. این برای همین دوستان عزیز یکدیگر را غنیمت داریم، باید ما و شما غنیمت دانسته این لحظه ها این فرصت ها را باید شکرگزاری کنیم، شکرانه کنیم که در این دولت تنج و آرام و آباد زندگی داریم، عمر به سر برده ایستادیم. ببینید چقدر اصلاحات ها شده ایستاده است، چقدر از جانب پرزیدنتمان برای دین مبین اسلام درهای مدرسه ها گشاده شده ایستاده، درهای مسجد ها گشاده شده ایستاده است. این چی است عزیزان؟ این تنجی است، این خاطر جمعی است. در بالا هم بابای حاجی تذکر دادن. ببینید در بعضی مملکت ها در بعضی جای ها چقدر بی سر و سامانی، چقدر ناتنجی ها هست، چقدر مسلمان ها در زیر تیر و تفنگ آنها حساب دارند
کودک هایی را میبینید که در چشمهایشان آب رفته ایستاده است و خداوند زاره کرده، دعا کرده ایستاده است از این جاهلان و از این دشمنان ما را نجات گفته دعا کرده ایستاده است. عزیزان، البته این شکرگزاری ما و شما همه وقت باید باشد، در زبان ما و شما کنده نباشد. شاعر هم میگویند شکر نعمت نعمتت را افزون کند، کفر نعمت نعمتت را از کفت بیرون کند. عزیزان، چقدر شکرگزار باشیم، خداوند باز نعمت هایی که بر ما و شما عطا کرده است باز زائد میگرداند، زیاده میگرداند. و اگر به نعمت پروردگار کفر بیارید، از کف انسان، از کف بندش خداوند بیرون میسازد به طفیل ناشکری انسان. عزیزان، پیغمبر عالی قدر ما و شما هم میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغیه. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند بسیار انسان ها به قدر دو تا نعمت نمیرسند، به قدر تنجی و خاطر جمعی. انا ما و شما عزیزان تنج هستیم، خاطر جمع هستیم، تنصیحت هستیم که به دعوت این برادر حاضر هستیم، به عبادت خداوند تیار هستیم، بر ذکر پروردگار تیار هستیم. عزیزان، برای همین هم دوستان عزیز، ما و شما با یک محبت و با یک اخلاصی بلند باید چیکار کنیم؟ باید امر معروف نهی منکر را گوش اندازیم. باید عزیزان در این صبح باصفا چنین با یک مهر و محبت، با یک اخلاص بلند شنودن امر معروف را بر ما و شما که نصیب گردانده است این را شکرگزار باشیم. عزیزان، من دوستان عزیز به خاری های شیرین آواز بلندگویک را میدهم از کلام پروردگار برای ما و شما از کلام پروردگار تلاوت کنن. عزیزان، قرآن شما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. پروردگارا بخشیدیم ثواب و ثمرات های تلاوت قرآن را اولا بر رضاگی خودت و بر جمیع پیغمبرانت، خصوصا بر روح پاک مطهری منور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بر روحانیت صحابگان کرام، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم صوفی کوفی و رحمت الله تعالی علیه، بر روحانیت جمیع عزیزان و اولیان، غریبان، مجتهدان، بیکسان، بیچارگان، مفسران و محدثان، مدرسان علی الخصوص، گذشتگانان این منزل، این مکان را پروردگارا غریق رحمت شایسته جنت بگردان، خصوصا روح بابای حاجی صالح بای را از جانب حاضرین، از جانب خانوادهشان، از جانب این جماعت حاضرین ارواحشان را شاد، معوای مسکنشان را آباد، قبرشان را پر نور و منور بگردان. پروردگاران ارواحانی که از این جماعت و از اهل این خاندان امیدوار دعای فاتحه هستند، روح یکایک آنها را هم شاد بگردان، معوای مسکنهای یکایکشان را آباد بگردان، قبرهای یکایکشان را پر نور و منور بگردان و جنات تجری من تحتها الانهار نصیب روزی یکایکشان بگردان. و حرمت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا أرحم الراحمين. العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز چگونه که من اداملو در بالا ذکر کردن، من حاجی اکی مراد علی ذکر کردن، توی یعنی امر معروف، این هم نشینی ما و شما برای سبب یعنی یک فرزندانی من نبیرگانی اکی عبدالخلیل که من هم در نوبت کدام ها را تبریک و مبارک باد میکنم. خداوند عمرشان دراز کنه، فرزندان اهل صالح شده بر کمال پیری رسند و در دینی مقدسی اسلام خدمت ها باز مانند من باباشان و پدرشان خدمت های بیشایان کنم. برادران عزیز، انسان وقتی که خداوند متعال انسان به دنیا آورد، مقصد از آمدن انسان به دنیا این اسلام و ایمان بود. در همین بار کمتر کرد مختصرا صحبت میکنیم انشاءالله. اسلام اون شخصی که یعنی ما و شما میدونیم اسلام قبول کردگی، مسلمان میگوییم ما، مسلم میگویند به زبان عرب، شخصی که خود را به دین سپارید و آماده شد برای ادای ارکان دینی اسلام. و این 5 حکم داره، 5 رکن داره و این هم باشد: اول گفتن کلمه شهادت و ادای نماز و زکات، ادای زکات و ادای روزه ماه شریف رمضان و حج بیت الله است.
اما ایمان این 5 رکن این اسلامه. اما اگر ایمان نباشه مؤمن مسلمان میشه لیکن مؤمن نیست. مسلمان اسلام از ایمان با یکدیگر فرق دارند. وقتی که اسلام قبول کرد باید که به ایمان حرکت کند، ایمان به دست آوردن نکن. در به فکرم سوره حجرات هست، یک گروه از اعرابی ها آمدن. اعرابی گفته عربا بادیان نشین میگوییم خدا ما صحرا زندگی میکنم، از شهر و از مدنیت و از این جمعیت کمتر دورتر بیخبرتر گوییم، همین گونه انسان ها رو میگویم. اعراب آمد، خداوند همینه قصه میکنه که به جناب پیغمبر تعلیم داد در سوره مبارکه حجرات باید باشه. گفت استعوذ بالله قالت الاعراب آمنا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، اعراب به نزد تو آمدن گفتن که میگویند که آمنا، ایمان آوردیم، ما مؤمن هستیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو بگو به آنها در جواب ای محمد صلی الله علیه و سلم که شما اسلام قبول کردید، گو ایمان نآوردید، حالی مؤمن نیستید. شما فقط مسلم هستید، مسلمان شدید، اسلام قبول کردید، لیکن ایمان حالا در دلهای شما داخل نشده، در قلب شما. ایمان انا همین گونه چیزه. ایمان الایمان ما عظم فی القلب و صدقه العمل. از جناب پیغمبر اکرم علیه السلام پرسیدند که ایمان چه؟ ایمان چگونه شناسیم؟ جناب پیغمبر گفتند ایمان همین گونه چیزی است که نعمتی است که عظم فی القلب، در دل یک چیزی بزرگی پیدا کرده می شود، نگاه داشته می شود. و صدقه العمل و باید عملت تصدیق می کنه. رفتاری تو یعنی دیگر می شود، خدا ترس می شوی از عملهای زیشت، بد، از جرم و گناه و اسم و اینها، فسق و فسوق باز می استی و به عملی صالح یعنی آماده می شوی و همیشه یادت به یاد خداوند است، به یاد آخرت. و در من سوره اعراف در آیت 179 خداوند میگوید انسان ها باید که برای ایمانشان تقویت دادن نظر به آیات ما کنند، به نشانه های ما کنند. و میفرماید استعوذ بالله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ما برای جهنم، برای دوزخ جهنم اکثر جن و انسان ها را آفریدگی هستیم. اکثر فائز زیادی غالبی یعنی زیادتر فائز انس و جن، انسان ها و جن ها، اینها اهل جهنم هستند. برای چی؟ برای آنکه اینها نه همین سخنی که گفتیم، همین از همین نظر، از همین نقطه نظر که آنها نشانه های آیت های ما را میبینند و لیکن تفکر تذکر نمی کنند، نمی گویند که یعنی اینه کی آفرید، سبب چیه، آمدن من به دنیا سببش چیه، این حیات من چی سبب داره، من باید چیکار کنم. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. خداوند میگوید که در دوام آیت کریمه اینها انسان‌هایی هستند که آنها دل دارند، دلهایشون هیچ چیز درک حس نمیکنند. ولهم اعین و آنها چشم دارند لیکن چشم محمد صلی الله علیه و سلم
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد اندر سرای مردان بوی محمد آمد رفتم به سوی بستان گلها شکوفه دیدم از جانبی گلستان بوی محمد آمد طه بخوان و یاسین وانگه بگوی آمین از سوره های قرآن بوی محمد آمد والشمس واسفرویش والليل نعتمویش از اسم ذکر رحمان بوی محمد آمد اول بکن طهارت وانگه بکن عبادت از فیض صبح خیزان بوی محمد آمد اول بگفت محمد لا اله الا الله از لا اله الا الله بوی محمد آمد آنهاش در کشادم اندر سرای جنت از هر سرای جنت بوی محمد آمد طوفان کربلا را گرد حسین آمد از ناله امامان بوی محمد آمد املا بزن تو خود را املا بزن تو خود را در صحبتی عزیزان از صحبتی فقیران از صحبتی غریبان بوی محمد آمد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. مقبول تلاوت قرآن خشنود حضرت رحمان جل جلاله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و صحابگان امهات یعنی تبع تابعین، خصوصا همین اهل جماعتی که در اینجا اشتراک داره، همین اهل خاندانی که در این خاندان گذشتن، پروردگارا گذشتگاهشون طریق رحمت، شایسته جنت، قبرهاشون پرنور، آخرتشون آباد بگردانی. آنچه خیر احسانی که این کادگان خانه آراستن، خدا آن را به درگاه خود قبول نمای، سایبان آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینج، آرام، خاطر جمیل، تنسیتی، فیض و برکات. همین اهل جمعیت خاندان چی مقصد و چی آرزوها دارند، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله با فضل و کرامت برآورده خیر بگردانی. از این سخنهای مبارک اینجا عالمون ذکر کردن، پروردگار اولا به هر یکی مایان عمل کردن و الله میسر بگردانی. در همین دنیا عالمون و قاریانی با عمل بگردانی. محبت خودت، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم، محبت قرآن و اسلام در قلب هر یکی مایان انشاءالله جاگیر بگردانی. همیشه ما را برای راست، برای صراط المستقیم هدایت نمایی. از شر شیطان رجیم ما را دور بگردانی و به خودت آشنا بگردانی. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. پروردگار همین کودکان خدا ناخود عمری دراز، رزقی فراخ، در آینده عالمان و قاریانی و یا که متخصصان خوب شده نزد الله، نزد این قوم و جمعیت یعنی خدمت کردن و الله نصیب بداری. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.